درگاهی است که در برابر آستانه اش قدم گذاشتند خردان بزرگ، بزرگان برنادیل و بخیردان صاحب خیرد می گردند. مکتب مکان علم و معرفت، فرهنگ و ادب و دانش و خیرد است. نیست کسی که از این درگاه مقدس سبق نگرفته باشد. نیست بزرگدلی که سبق استاد ندیده به جای رسیده باشد. هنوز از زمانهای پیش نیست در حالت وجود نداشتن مکتب ها مدرسه ها وجود داشتند که اکثریت نمایندگان ادبیات کلاسیکی تاجیک در آنها سبق آموختند. مدامی که مکتب و مدرسه ها در کنار طفلان و بزرگان را علم و ادب و معرفت و هنر می‌آموختند، پس زندگی و عمر والای انسانیت از مکتب و معارف وابستگی زیاد دارد. محض در مکتب معرفت پایدار، علم و ادب استوار و توسط استادان نکوکار شاگردانی برکمال و صاحب استعداد می گردند. مکتب است که ساحه های دیگر حیات پای دارند. مکتب است که انسان ها با فضل به وایه می رسند. مکتب است که فرهنگ و علم و ادب تا اندازه در دل ها جست و مردم معرفت دوست. همه دست پروران مکتبند که زمان چون طفلکانی از عقل و خیرت دور در آستانش قدم گذاشته از آن بزرگ گردیده اند. مکتب گلشن همیشه بهار است که رنگ و تراوت و گلهای زینت بخشی آن علم و فرهنگ، آداب و معرفت، فضل و کمال انسانی است. مکتب منبع علم و هنر، خصلت‌های وفاداری، دوستی، آزاد اندیشی و صلح‌پروری است. مکتب یاری مهربان، زینت عمر و هستی و توان، آزاد اندیشی انسان و مأخذ معرفت و عقل و ذکاوت انسان است. نیست کسی با خیرده که معرفت این درگاه بزرگ را نگرفته باشد و از زحمت بزرگ استاد بهره‌ور نگردیده. انسان اصیل منبع همه دانش‌ها را از مکتب می‌آموزد. آن را مقدس و بزرگ می‌شمارد. سن بیشتر آن را در تربیت نسل بزرگ آدمیت قدردانی می‌کند. هر یک انسان کامل حقوق باید که از درگاه مکتب گذرد، علم آموزد، تربیت درست گیرد، وگرنه به دانش و به معرفت و نادان و زیچ به وایه می‌رسد. همیشه می‌باید کوشید، صاحب ادب بود، معرفت دوست گردید. مکتب را مکان بزرگی و علم و خیرد سابید و از آن بی بهره نماند. خلاصه شادمانی و صاحب خیردی، بزرگی و نکواندیشی و راستکاری و بزرگدلی محض از مکتب پدید آید. آن را مقدس و پاک و عزیز و گرامی داشتن قرض هر یک انسانی صاحب خیرد است.